سلام همگی دوستان عزیزی که دارن این ویدیو رو نگاه میکنن. ما به مناسبت روز پدر میخوایم امروز یه مصاحبه دلی داشته باشیم با بچهای کارخونه، نظرشون رو راجع به کلمه پدر بگن. بریم که داشته باشیم. پدر یعنی زندگی، یعنی عشق، یعنی مهربانی. پدر تاج سره. پدر یعنی کوه. تموم شده رفت. هیچی نمیتونم بگم. ما که نداریم خوشبال خدا بیامرزه ان شاءالله که روزشون شاد باشه. عشق تموم شده رفت. صفا باش. عمو یونس عزیز سلام. خستم نباشی. عمو یونس عزیز میدونی پدرتون به رحمت خدا رفتن، ان شاءالله که روزشون هم شاد باشن. خواسته باشی یک کلمه راجع به پدر بگی چیه؟ پدر واقعا هر چه ارزش بگی کمه. من پدر واقعا یعنی چی بگم؟ یعنی ستون، تکیه‌گاه. پدر یعنی تکیه‌گاه بچه‌ها. من خدا رحمتشو کنه ان شاءالله که روزشون شاد باشه. پشتم خالی شد. همین پدر یعنی قصه‌ای که زود تمام شد. خدا بیامرزه. پدر میوه کمیون. از دستش بیدی تازه می‌فهمه چی از دست بده. السلام علیکم. پدر یعنی تاج سر، یعنی نمونه. پدر یعنی رفیق. هیچی برای خودش خیلی نخواستم. مخلصیم. پدر یعنی آرامش، امنیت، سکون خونه. آقا الان اگه پدرتون بود چه جمله‌ای، چه کلمه‌ای بهش میگفتی؟ نوکریش می‌کرد. پدر یعنی جواهری که اگه تو خونه نباشه جاش واقعا خالیه. الان پدرت بود یه کلمه می‌خواستی بهش بگی چی بود میگفت؟ من خیلی دوست دارم. خیلی مخلصیم. پدر یعنی اسمه صبر و تلاش و توی غیرت و مهربونی. نزدیک روز پدر هستیم که شادیش تبریک میگم خدمتتون. یه کلمه بخواید راجع به پدر بگید پدر یعنی حامی بی‌منت. پدر یعنی سلطان، یعنی تاج سر. پدر یعنی یه بزرگترین نعمت. فقط اینو کسایی میدونن که پدر ندارن. وقتی از دست میره میفهمید چه نعمتی از دست میره. فقط میفهمید که دارن قدرشو بدونن. پدر بهترین رفیق. خوشبانه. یه دنیا خستگی که هیچ وقت به زبون نمیاره و همیشه هم هرچی هست سعی میکنه تو دلش بذاره و خوشحالیاشو بذاره واسه زحمتش. یه جمله خواسته باشید الان بگید اگر الان پدرتون حضور داشتن چی بود؟ دستشو میبوسیدم، میگفتم اگر بودی خیلی چیزا رو جبران میکرد. پدر یعنی تکیه‌گاه. پدر یعنی عشق. یعنی پشت بچه‌هاش. پدر یعنی کوه رنج. واقعا همه رو میکشه تو دل خودش به خاطر اینکه بچه‌هاش آسایش داشته باشن. دمتون گرم.